الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوالی شما اینچنین بود که امروز در تاجیکستان امام ها از روی منبر دعوت به سوی خدمت طاغوت میکنند. دعوت میکنند که بیایید به وطن خدمت بکنید، بیایید در ارمیه سبحان الله داخل شوید و همین سخن را شما میگید که با یک محبت و اخلاص و با این یعنی یک صداقت میگویند و با این سخنشان حجت ها گویا از قرآن و سنت میآورند و همین را از اسلام و ایمان میدانند. حتی وفات شده ها را میدونیم که شهید میگویند که البته این سخنشان همش باطل است. سبحان الله. و بعد از این میبینیم که چخیلی که شما گفتید این امام ها باز دعوت میکنند به سوی انتخابات رفتن، یعنی به انتخابات بروید و غیره. و بعد از این میبینیم که باز فتوا میدهند به دیگر از شرکیات و کفریات. هر چیزی که طاغوت خواست به همون سرخم میکنند و همون میگن که سمعنا و اطعنا، شنیدیم و گوش کردیم و اطاعت میکنیم. سبحان الله. البته همه این عملشون کفر است و شرک است. اولا شرک طاعت است. شرک طاعت همین شرک است که وقتی که بغیر الله سبحانه و تعالی یک کسی دیگری، یک طاغوت امر میکند که امرش مخالف امر الله است، همون را اجابت کردن و به امر او تسلیم شدن و در زیر امر او سرخم کردن و خود را حاجتمند قرار دادن و تسلیم شده قرار دادن، این عبادت است و عبادت را بغیر الله انجام دادن است. این شرک است. شرک در طاعت است. البته که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان آشکار بیان نموده است که ما باید فقط الله و رسول را اطاعت کنیم. اطیع الله و اطیع الرسول. البته و اولی الامر منکم، و اولی الامر منکم علما و ولی الامر هایی که منکم از شما هستند. از کی؟ از شما کی هستید؟ موحدین. از موحدین هستند. همون علما و همون امام و همون پیشوا یا همون پادشاهی که دعوت به سوی قرآن و سنت میکند و امرش موافق قرآن و سنت است، موحد است. به سوی شرک کفر دعوت نمیکند. این عملشون کفر است. اینها علمای طاغوت هستند. اینها علمای دموکراتی هستند. اینها علمای علمانی هستند. شیخ علی بن خدیر الخدیر حفظه الله و فک اسره سوال کرده میشوند که شیخ، امام هایی که دعوت به سوی دموکراتی میکنند، دعوت به سوی انتخابات میکنند، دعوت به سوی سبحان الله همکاری کردن به سوی این ارمیه های طاغوتی میکنند، حکم اینها چیست؟ میگن مشرک هستند. آیا از عقب اینها نماز خوانده میشود؟ شیخ میگد که نه، از عقب این چنین انسان ها نماز باطل است. وجود دارد، در کتاب هایش وجود دارد و این چنین در یوتیوب وجود دارد و دیگر علما هم همین سخن رو میگن. اگر یک کسی بیاد بگوید که نه مشرک نیستند، حجت بیارد. اگر مشرک نیستند بگوید هم به این نمودی سخن‌های کفری که میکند، البته که نماز خواندن باطل است. علمای اهل سنت و الجماعت در بعض حالات اهل بدعت رو میگفتند که این مبتدع هست، این به شرک اکبر واقع نشده است، این مبتدع هست، کافر نیست. تکفیر نمیکردن، میگفتن این مبتدع هست، اما دعوت کننده به سوی بدعت است، یعنی به سوی بدعت دعوت میکند. اشکر از همین جهت از پشت این نماز خواندن حرام است میگفتند. نه فقط از پشت مشرک، از پشت طاغوت پرست، بلکه از پشت یک انسانی که مسلمان است، موحد است، لیکن مبتدع هست، یک بعض بدعت رو دارد، یعنی توحیدش ضعیف است و به سوی همون بدعتش دعوت میکند. از پشت این چنین انسان ها نماز نخوانید. در هر دو حالت هم
مشرک گوید یا نگوید، در هر دو حالت هم از پشت این چنین انسان ها نماز خوانده نمیشد. نماز صحیح نیست. اینها علمای طاغوت هستند، اینها کفر به طاغوت ندارند. پیش از نوروز دعوت به سوی نوروز میکنند، پیش از 8 مارس دعوت به سوی 8 مارس، به عید 8 مارس مادران تبریک میکنند، به بالای مسجدشان بیرق زدند، در بالای منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم به جای توحید شرک را سخن میکنند، به جای اینکه کفر به طاغوت را تعلیم میدهند ایمان به طاغوت را تعلیم میدهند، طاغوت پرستی را تعلیم میدهند. به جای اینکه قرآن و سنت را بخوانند کنستیتوسیون را میخوانند. اهل توحید را گمراه شده و اهل توحید را سبحان الله ارهابی و تروریست و غیره میگویند و طاغوت ها را بهترین انسان ها میگن. این همه کفر است و این چه انسان ها طاغوت پرست است. والعیاذ بالله. باید ایمانش رو تجدید بکند. و نصیحت من همین است که خیلی که سخنهای علما رو گفتم، از پشت این چنین انسان ها نماز خوانده نمیشود. البته اگر توانید جمع بشوید در یک جای به قدر استطاعت خود نماز بخوانید. اگر به نماز جمعه نروید، اگر برای شما مشکل شود، یعنی کسی شما رو طعنه زند یا که شما رو اذیت بدهند که چرا به این نماز جمع نمی و غیره، در این حالت روید هم اعاده میکنید، گشته میخوانید. چه که در این مسئله شیخ امام اهل سنت و جماعت یکی از علما داودی میگن در سخن میکنن در حق دولت فاطمیه. دولت فاطمیه معروف است در مصر، از عصر 3 تا عصر 6 وجود داشت، 300 سال 400 سال والله اعلم. در مصر حکومت میکرد، در قسمی از افریقا حکومت میکرد و این دولت خودش رو البته دولت مسلمان مینامید، اما علما اجماع کردند که این دولت کفری هست، دولت ریده هست، برای اینکه دولت قرامیته بود، دولت فاطمیه دولت رافضه بود. از همین جهت علما تکفیر کردند این دولت رو. و شیخ داودی میگوید هر امام اهل سنتی که با همین دولت فاطمی همکاری کرد و در روز جمعه امام شد و در خطبه هایش همین دولت رو خوب است گفت، دعوت به سوی اطاعت همین دولت کرد، دولت فاطمیه. یعنی یک امام اهل سنت میبرد در روز جمعه در بالای منبر دعا میکند در حق دولت فاطمیه، در حق امیرهای دولت فاطمیه که دولت ریده بود، و بعد از این مردم رو دعوت میکند به سوی یعنی پیوست شدن به همین دولت، به لشکرش. میگند که همین امام که اهل سنت بود به همین کارش مرتد است. میگند از عقب این خونده نماز نمیشه. میگند این یکی از علمای اهل سنت داودی در همون زمان خودشون کردند به دولت فاطمیه. دولت دموکراتی او مثل دولت فاطمیه هست یا که از بدتر است؟ هر دوش هم کفر است، هر دوش هم دولتی ریده هست و دولت دموکراتی کفرش سخت‌تر و وزن‌تر از دولت فاطمیه هست. پس خود شما تأمل کنید. بارک الله فیکم. جوان ها باید چیکار کنند؟ جوان ها باید توحید رو آموزند، جوان ها باید به دعوت مشغول باشند، به دعوت سری پنهانی آهسته آهسته به جوان ها باید توحید رسانیده شود و یک جماعت خاص خودشون داشته باشند. توکای همه خوب میکنند، توکای سرخم، باید جوان ها بیدار باشند. بارک الله فیکم برادر.